یار و دوستان خوش آمدید گفتم سرودای ما پای انداز شما و ما معلوم شد که شبچه امروزه مثل من از مادر محروم بوده است. یک سرود برای مادر میخوانیم بعد در رقص بازی ما در خدمت شما سرودای ما برای شما خوش آمدید. نور دیدن تاج سر ای بندگان خدا.
باشید. مبارک شود. شبکه امروز عضو بسیار پدر مادر سویدان خانه زنده باشید.